سامانه چرا داری علف میخوری جوجه؟ آخه میدونی چیه؟ نه نمیدونم چیه. آقا علاقه دون خیلی گرون شده. من دیگه نمیتونم دون بخرم و بخورم. چه چیزا؟ ما این همه سر صدا برای چیه؟ تیک سلام آقا کافه مهربون. سامالک من اومدم اینجا دیدم جوجه داره علف میخوره. ما چرا داری علف میخوری جوجه؟ تیک آخه میدونی چیه آقا کافه؟ سلام اختلم تیک سلام چی شد آقا خرگوشه؟ اختلم وای گرسنمه. رفتم هویج بخرم، با پولی که من داشتم فقط تونستم یک هویج کوچولو بخرم، اما گرسنمه، دلم هویج زیاد میخواد. تیک نکنه هویجم گرون شده. آره خیلی گرسنمه. خب تو هم یه علف بخور. نه من علف دوست ندارم، هویج میخوام. آی گرسنمه. تیک سلام آقا سگی. حالا بده نه ندارم مریضم. نکنه تو هم گرسنه ای. آره چند روز غذا نخوردم. صاحبم میگه گوشت گرون شده پول ندارم، منم غیر از گوشت دیگه نمیتونم چیزی بخورم. تیک بیا منو بخور. منم گرسنمه وای. چرا این همه چیز گرون شده؟ من از صبح جمعه وقتی بیدار شدم فهمیدم همه چی گرون شده. اگه علف گرون بشه چی؟ من که رفتم علف بکشم از این به من. تیک